أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان دنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما پس از برگشت از سفر ملکوتی عمره باز در خدمت شما هستم. الله منان را سپاسگزاری میکنم که بازی فرصت برای ما و شما نصیب کرد که لحظات باز در مورد مسئولیت های ما، در مورد عبادات ما به بحث و مذاکره بشینیم. باز هم به ادامه مطالب مهمی که در زندگی ما نقش خود داشته و اون نماز بوده، عبادت یا بهترین عبادت الهی بوده، به همو ادامه میدیم. گفته آمدیم که نماز کلید خوشبختی ها و سعادت انسان است. نماز شاه کلید همه دروازه های بسته است. باز میکنه دروازه های بسته را بر رخ انسان. و نماز مشکل کشای ما هست. رفع تمام مصیبت ها و مشکلات انسان به همین نماز ارتباط میگیره. پس ما باید این نماز ما را بسیار زیبا بخوانیم، حق نماز ما را ادا بکنیم. در این مورد که نماز ما نزد الله مقبول باشه مطالب گفته آمدیم. ما چه کار کنیم که عبادت ما خیلی زیبا و مورد پسند الهی قرار بگیره؟ و گفته آمدیم که کاش نماز ما مورد قبول الهی قرار بگیره که ما از همه جنجال ها نجات پیدا بکنیم. عالم بزرگوار میفرماید که بزودی یکی از نمازهایت آخرین نماز تو خواهد بود. طبعا این را برای ما و شما نمازخوانا میگن که بالاخره انسان از این دنیا میره و یکی از نمازها شاید آخرین نماز انسان باشه و بعد با دنیا خداحافظی خواهیم کرد. پس چه کار کنیم؟ میگه مواظب نمازهایتان باشین و تمام نمازها را به زیبایی و نیکی ادا بکنیم. چرا؟ که نمیدانیم که کدام یکی از این نمازهای ما آخرین نماز ما خواهد بود. اینطور نگوییم که این نماز خیر است، اگر به عجله خواندیم انشالله نماز بعدی را درست میخوانم. نشه که می آخرین نماز باشه. پس ما خوشبخت خواهیم بود که در اثنای نماز جان ما گرفته شود. خوشبختترین او خواهد بود که سر مبارکش در سجده نماز باشه که ملک الموت روحش قبض کنه. ما به نیت نماز برخواستیم، جان ما را گرفتن. ما نماز خلاص کردیم، جان ما برآمد. این خوشبختی های ما است. هر قدر به نماز نزدیک باشیم، از نماز فارغ شدیم، در اثنای نماز هستیم، در داخل نماز هستیم، خوشبختی همی است که انسان آخرین نمازش نمازی باشه که با دنیا ودا میکنه و او رو به بهترین وجهش بخوانه. ما در بهتر شدن نمازهای ما، در تکمیل نمازهای ما که کم و کاستی نداشته باشه باید اهتمام داشته باشیم. نماز ما کامل و به عیب باشه.
در نماز ما خشوع حضور قلب داشته باشیم. حتی ما داریم که سنت ها و نوافل نماز بر خود ما لازم بگیریم که نمازهای ما اگر سنت ها است، اگر نوافل است، ما زیاد نمازها را صحبت کرده آمدیم، باید که این نمازها را ما برای خود ما یعنی جدی بگیریم، نگوییم که فرض خواندیم کفایت میکنه. هستن بعضی عزیزای ما که در ادای نمازشان فقط همون نمازهای واجب یا فرضی را میخوانند بس. ما ببینیم که خداوند بر ما این فرصت بزرگ را عنایت فرموده. حتی ما در سنن رواتب ما که در 5 وقت نماز ما 12 رکعت نماز دیگر غیر از فرایض است. 2 رکعت سنت فجر یا بامداد، 4-6 رکعت نماز ظهر، 2 رکعت نماز شام و 2 رکعت سنت نماز خفتن. اینها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه خواندن. از نمازهای سنت مؤکد است و این که نوافل هست. ما با همین نمازهای ما نماز ما را کامل کنیم. ما بعض وقتا تنبلی میکنیم، فرض مجبور هستیم میگیم فرض بخوانیم، ولی این را از مجبوریت نکنیم. نمازی که معراج ما هست، نمازی که سعادت و خوشبختی ما هست، اونا را مجبوری نسازیم برای خود ما که ما باید این خدای ناخواسته ما من حیث یک مأموری که معاش میگیریم برای دادن حاضری بیاییم نماز ما را ادا بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم طولانی کردن نماز را در قرائت، در قیام، حتی در سجده و رکوع، در رکوع و سجده تشویق میکردن که شما طولانی بسازید. ما تنها ممکن است که نماز داریم سنت است در فجر که خفیف بخوانیم با سوره های کوتاه 2 رکعت نماز سنت ما را. دیگر نوافل و سنت هایی که داریم چون کسی دیگر نیست که ما بر خدای ناخواسته برای اونا زحمت شود. مثلا در نمازهای فرض امام مکلف است که رعایت کنه مقتدی های خودش. در مقتدی هایش ممکن است کهنسال باشه، پیرمردا باشن، پیرزنها باشن، مریض ها باشن. بنابراین طولانی نسازن نماز که مردم خسته شوند، اذیت شوند. بنابراین در سنت هایی که شما تنها میخوانید، نوافل که نصف های شب شما میخوانید، تنها خودتان هستید، این نمازها را در قرائتش، در قیامش، در رکوع، در سجود شما طولانی بسازید. ببینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهترین نماز آن است که قیام در آن طولانی باشد. سبحان الله. در روایت ها میخوانیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازها را خیلی طولانی میخواندند. در سجده چنان میرفتن که سبحان الله. بر ترتیب ما در همین سفری هم که در حرمین شریفین داشتم، در اوجا چون همین سلسله نمازها را پشت سر هم در هفته هاست که ما با هم داریم، در اوجا توجه ما یک نمازخوان به خود جلب کرد که نماز زیاد خواند، ولی زیادش سریع بود، تیز تیز میخواند. قیامش کوتاه بود، رکوع کوتاه بود، سجده ها اینا، حتی در قومه و جلسه هیچ توجه نمیکرد. و طبعا ما در حدیث مبارک داریم که یک نماز در حرم مدینه منوره و 1000 نماز در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم و در مسجد الحرام یا در جوار کعبه مکرمه در حرم مکه، یک نماز اجرش پاداشش برابر 100,000 نماز است. طبعا یه عزیزی که نماز میخوند میفهمید که یک نماز 100,000 است، به او خاطر زیاد نوافل میخوند،
چیزی که نیت میکرد، اگر قضایی های خود نیت میکرد، هر چیزی که میخواند خود زیاد خواند. نزدیکش نشسته بودم، او به این نیت که یک نماز من 100,000 نماز است، محال در همین فرصت که دارم در بین نماز مثلا ظهر تا عصر من 1,000 یا چند توانی که داشت نماز میخوانم و او را ضرب 100,000 میکنم که جبران شاید نمازهای گذشته را داشته باشه. سبحان الله. ولیکن با تأسف این نمازها حقش ادا نمیشه. ما 2 رکعت نماز بخوانیم و اهتمام بخوانیم، حق نماز ادا شود، با آرامی، با وقار، با خشوع، با حضور قلب بخوانیم که این نماز زیبای ما، این نماز نیکوی ما، مثل که شیخ گفتن که نمازهای تا کل نمازهای تا تو به نیکی مقبولی و زیباییش ادا کو، کامل ادا کو، حق نماز ادا شود که همه نمازت اگه آخرین نمازت باشه خداوند دروازه های بهشت برای خود باز کرده باشه، سوالی که در قبر ازت میکنن آسان شده باشه. و این خاطر ما در نمازهای ما باید توجه کنیم. ما نمازهایی را که میخوانیم گفتیم که در او اگر حضور قلب باشه این نماز نیک ادا میشه. ما در ادا کردن نماز بعض وقتها به تشویش میشیم، فکر ما میره از پیش ما، همین است که حضور قلبی ما یا خشوع نماز ما از دست ما میره. ما ببینیم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم از زبان ابو هریره رضی الله عنه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم می آید، در هر دو کتاب های مبارک ما می آید که میگن رسول خدا صلی الله علیه وسلم که هر وقت برای نماز اذان داده شود شیطان پا به فرار میگذاره. اما کسی که ما شما را در نماز اذیت میکنه، آزار میده، فکر ما را بیجای میکنه، با خودش مشغول میکنه، با دیگه چیزها مشغول میکنه، وقتی اذان داده میشه رسول الله میفرماید صلی الله علیه وسلم که وقتی اذان داده شد شیطان فرار میکنه و از او صدای بیرون می آید چنان دور می شود که صدای آذان را نشنود. که خیلی اذیت میشه، فرار میکنه، یعنی خشمناک و غضب میشه که چی آوازی بود فرار میکنه، اما قدر دور میره که دیگه صدای اذان را نشنود. من یادم آمد در بعض مساجد که ما مردم خصوصا افغان ها وقت فاتحه گیری میکنن برای عزیزی که وفات کرده، مردم دعوت میکنن در مسجد که قرآن بخوانن و دعا کنن بر حق میت. صاحب میت یا ورثه میت، بازمانده های از میت وقت در مسجد هستن، این عادت شده برای ما که همین کار میکنیم، یک خوب میکنیم خراب میکنیم، این بحث جدا. در همین وقتی که مردم به فاتحه آمدن داخل مسجد نشستن، وقت نماز میشه، معمولا بعد از ظهرای فاتحه گیری میشه که نماز عصر یگان وقت داخل میشه. وقتی که برای نماز اذان داده میشه میبینیم این کسایی که در مسجد نشسته بودن قرآن گوش میکردن به خاطر دعا بر میت آمده بودن، اینها از مسجد فرار میکنن. سبحان الله. وقتی این حدیث مبارک شما میشنوین کی از اذان فرار میکنه؟ میگریزه شیطان. و این کسایی که آمدن برای فاتحه داری، برای عزاداری، برای ازی که به دوستشان تسلیت بگوین، اینا وقتی صدای اذان مبارک بلند میشه اینا از جایهاشان بلند میشن و بیرون مسجد میرن. حتی صاحب میت، نزدیکان میت، اینا هم بیرون میرن. طبعا تمام مردم منظورم نیست، یک عده بیرون میشن و بیرون میرن. اینا مثل که برایشان وقت فرصت مناسبه بر قصه هایی که در بیرون مسجد دارن یا سیگرت میکشن، دود میکنن تا ای که نماز خوانده شود. نماز خوانده میشد، پس اینا دوباره به
داخل مسجد میاین و همو رسم فاتحه داری و عزاداری دوام میکنه. سبحان الله. شما ببینید که اگر او عزیزها تا حال متوجه نشده بودن، این حدیث شریف برای کسی است که وقت اذان میشنوه و فرار میکنه از شیطان که داخل مسجد اگر بگوییم که باشه و نماز اذان شنید میگرویزه، انسان ها که داخل مسجد هستن وقتی که اذان شنیده میشه فرار میکنن. اعوذ بالله. دوام حدیث مبارکی است که سپس بر میگردد. شیطان وقتی که اذان خلاص شد پس میآید. وقتی که اذان خلاص شد پس میآید که برای نماز تا که اقامه نماز گفته میشه. وقتی که برای نماز مؤذن اقامه گفت، باز با شنیدن اقامه باز شیطان فرار میکنه تا که اقامه خلاص شود. دوام حدیث باز بر میگردد، آن وقت در دل انسان وسوسه ایجاد میکند. شیطان لعین. اصلا منظور شیطان در کنار ما که از ما را از عبادت ما میخواهد که مانع شود. وقتی اذان داده شد اینا فرار میکنن، دوباره بر میگردن، باز اقامه گفته میشه، باز فرار میکنن. حال مردم داخل نماز شد. شیطان هر کدام ما را از پیش نماز یا از امام تا و مقتدی همه گیره در تلاش ازی است که نمازشان خراب کنه، فکرشان دیگه طرف ببره. چه کار میکنه؟ در دلها وسوسه ایجاد میکند و میگوید فلان چیز را به یاد آور، فلان قضیه را به یاد آور، چیزهایی را به خاطر او می آورد که نمازگزار قبل از ورود به نماز آن چیزها را به خاطر نداشته است. سبحان الله. شما در داخل نماز یک وقتی متوجه بعض واقعات و حالات میشین که اصلا یادتان رفته بود، اما شیطان در روی شما را مشغول از او تشویش ها و قصه ها و افکار میسازه که شما را از نمازتان غافل بسازه که شما در داخل نماز هستین، داخل نمازی که با الله صحبت میکنید. شما را مزاحمت میکنه که صحبتتان با الله خلل پذیر شود. دوام حدیث است. پیامبر عزیز دوام میتن که چنان او را مشغول میکند که نمیداند چند رکعت نماز گزارده است. سبحان الله. واقعا نمیدوند. در رکعت سیوم هستین، فراموشتان میشه که 4 بود یا 3 بود، 2 بود یا 3 بود. تعداد رکعت نماز فراموش میکنید. و در روایت نزد امام آمده است که چنان گرفتار وسوسه شیطان می شود که نمیداند چند رکعت نماز گزارده است. ای که کدام سوره را خواند، آیا سجده کرد، رکوع کرد، چند سجده کرد. اعوذ بالله. پس ما چیکار کنیم؟ نماز ما را دور از وسوسه های شیطان، حضور قلبی ما در نماز باشه. همون رقمی که نماز شیطان فرار کرد از اذان، دیگه نگذاریمش که ما را مشغول خودش بسازه. ما گرفتاری های داریم، هوای نفس ما از غفلت است، انسان با خودش میبره. این زیبایی های دنیا را کدش مشغول ما میکنه و چیزی را که شیطان بعض وقتا ما را در خانه هستیم اذان داده میشه، میشنویم اذان، میخوایم که بریم، مانع میشه. یک کار برای ما خلق میکنه که ما به مسجد نرویم. بعض وقتا طور میشه که ما را در برابر یکی دیگه ما از محبت ما کم میکنه، بدبینی ها را برای ما میکشه، ما را چیزهایی را در ذهن ما میده که ما به دوست نزدیک ما بدگمان شویم، از او دور شویم، محبت های ما را زیر سوال میبره. ما میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بسیار معروف است که در صحیح مسلم آمده و تفصیل آمده. در اینجا تنها یک قسمتشه که پیامبر عزیز ما به ذات که جان ما میگن در دست اوست قسم میخورن که تا زمانی که مؤمن نشده اید داخل بهشت نمیشه، تا زمانی که با هم محبت نکردین شما مؤمن نمیشین. سبحان الله. مؤمن باید یکی دیگه دوست داشته باشه، این دوستی همیشگی باشه. با دوست و دشمن ما را از روی الله تعیین کنیم.
هر کسی که با الله ما دوست است دوست ما هست، هر کسی با الله دوست نیست دوست ما نیست. ما در اینجا یک چیزی را خواندم که یک پیرزن با شوهرش در خانه میگه که مرد دیر شده که شانیم شکسته و من شانه ندارم سرم شانه بکنم، بازار رفتی یک شانه برم بیار. پیرمرد که توان اقتصادیش پایین است سن خانم میبینم میگه که خانم جان ساعت خودم بندش کونه شد، امروز صبح شاید کنده شود، من توانش ندارم برای خودم یک بند ساعت بخرم، تو میگی شانه بیار. خانم یک تبسم میکنه، خاموش میشه، درک میکنه شوهرش دوستش داره. بعد ادیبی مرد بعد از لحظات بیرون میشه، میره بازار، میگه که خانم بعد از سالها یک خواهش کرده است پیش من، یا هم در این وقتی که هر دویشان پیر هستند، میره ساعتش میفروشه، بیازم میگه بند ساعتم کونه شد حالا میفته، به ساعتش میفروشه، میره یک شانه میخره میاره خانه. وقتی که داخل خانه میشه با خوشحالی که شانم در دستش از طرف خانمش، خانم جان میگه آمدم شانه را نشون. وقتی که خانم میبینه که خانم مویهایش قیچی کرده کوتاه کرده که دیگه به شانه ضرورت نشوه و شانم در دست شوهرش، خنده میکنه. خانم میگه که مردکه من دیدم که تو توان گرفتن شانه را نداری، ساعتت هم بندش کونه شده، من رفتم یک بند ساعت برات خریدم. سبحان الله، شوهر از محبت خانم ساعت فروخته، شانه آورده، خانم از محبت شوهرش مویکایش کوتاه کرده و برای شوهرش یک بند ساعت خریده. حالا موی هم نیست که شانه کنن، ساعت هم نیست که بندش بسته کنن، ولی مهر و محبت هست. سبحان الله، کاشی مهر و محبت های ما در جوانی ما باشه. داماد عزیز خانمش اما تو دوست داشته باشه که وقتی پیر میشه دوستش داشته، اما تو خانم عزیز، عروس عزیز، شوهرکش زیاد دوست داشته باشه پیش از اینکه پیر شوند. این دوستی ها همیشه به درد میخوره، همیشه روابط خانواده را قائم میکنه، روابط اجتماع را محکم میکنه در وقتی که ما یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم و دوستی ما به خاطر الله باشه. به این خاطر نماز میشه که ما یکی دیگر را دوست داشته باشیم. بعض وقتا در یک صف نشستیم، سلام نماز خواندیم، قلبهای ما با هم وصل بوده، همه ارتباطات با الله بوده، ولیکن دلها بعض وقت چنان مکدر شده که وقتی السلام علیکم میگه دو طرف سلام میده، در هم کسی که در کنارش هست میبینیم که او را چندان دوست نداره حتی. سبحان الله. بنابراین ما اگر نماز ما را میخواهیم که مورد پذیرش الهی قرار داشته باشه باید که دیگه ما را دوست داشته باشیم. او وقت نه چیزی هست در دل ما تشویشی هست در برابر یکی دیگه که ما بگوییم که فلان وقت اذیت شده باشیم که شیطان هم باز فرصت پیدا کنه که بیا ما را بر علیه یک عقیده ما بشورانه و نماز ما را خراب کنه. حالا میریم به یک میان برنامه، با لحظه بعد دوباره تلفن ها را باز میکنیم، مدت کوتاهی از برنامه مانده، انشاءالله دوباره با هم ملاقات میشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خواهر و برادر عزیز، من از که مدت در این سفر ملکوتی عمره بودم، شما عزیزا میدیدم تماس میگرفتین، به طریق واتساپ بود یا دیگه وسایل ارتباطی بود، فایبر بود. من متاسفانه در جایی بودم که این پیام های شما را برش رسیدگی نمیتونستم، جواب داده نمیتونستم. حال از این فرصت استفاده میکنم از شما عذر خواهی کنم، از محبت شما ممنون هستم. در هر دو حرم در حق کل شما دعا کردم، در مدینه منوره، در جوار مرقد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، در کنار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی الله عنهما، در حق همه عزیزان دعا کردم. در حق برنامه هایی که ما را به طرف یکتاپرستی و سعادت و خوشبختی ما میکشانه، در حقشان دعا کردم. در حق برگزار کننده ها و بر حق تمام کسایی که، حتی او کسایی که آرزوی بردوام بودنی برنامه ها را دارن، در حقشان دعای خیر و سلامتی کرد. تمنا میکنم شما هم آمین بگوین که خداوند دعای هر کسی که برای خیر و سعادت یکدیگر دعا میکنن، دعایشان الله منان اجابت بفرماید. طبعا ما در فرصت هایی که همین نماز هست پیدا میشه برای ما نماز میخوانیم در جایی که بهترین جایی هست که الله منان دعای ما را قبول میکنه، در همون سجده هست. در همونجا دعا کنیم که خدایا این نماز ما را مورد قبولت قرار بده و وسیله نجات ما بگردان، نجات امت شود. امروز نیت های سوء بر علیه امت است، دست های پرخون به طرف قلب های امت دراز شده. هر روز ببینیم کشتار هست، کشتارهای دست جمعی هست، مساجد ویران کردن. در همین هفته که گذشت ببینیم مسجد را در حلب امریکایی ها هدف قرار میدن که نمازگزارها در نماز جمعه، چه ظلم هست، چه بیداد هست، انسانیت کشته شده رفته. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر، صدایتان رو میشنویم. مریم احمدی هستم از افغانستان. بفرمایید خواهر عزیز، صدایتان رو میشنون همگی. استاد خیلی خوش شدم که دوباره در برنامه برگشتیم. بسیار تشکر خواهر عزیزم. دعا کنین که خداوند همه از اجرای برنامه که شما اجرا میکنید خیلی خوش است. همیشه همراه پدرجان مادرجان برنامه زیبایتان تماشا میکنید. خداوند شما را عمر بده، خداوند دعایتان را قبول بکنه. ممنون، تشکر، جزاک الله خیر. فقط خواستم تشکری کنم از برنامه. لطف کردین خواهر عزیزم، خداوند به شما هم اجر بده. بله برادرها و خواهرای عزیز من، همین دعاهای شما هست که خداوندی برنامه ها را سر پا گرفت، استفاده کرده. و هر ترتیب ما از بسیار تلفن هایی که بغیر از این برنامه برای من شما میکنین، همین تلفن ها هم نشان میده که درک کردن عزیزا که نماز اهمال شده، نماز حقش ادا نشده، که امروز همه خوار و پریشان هستیم. در خانه های ما مشکلات هست، خانه های ما را با نور نماز نورانی بکنیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. ما وقتی از مهربانی ها گپ میزنیم که با یک دیگر ما الفت داشته باشیم، دوست داشته باشیم یکی دیگه ما را، همین خودش در بین ما وحدت و صمیمیت ایجاد میکنه. پس ما را میبینیم یک محور هست که به طرف الله میکشانه، محور نماز هست. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. برنامه رحمت است. بله بفرمایید. ما لبی آجیکوگا یک خبر داشتم، گپ میکردم. بفرمایید. شما از تلفن گپ بزنید. شما مستقیم صدایتان من میشنوم، از تلویزیون گوش نکنید. باش. بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. صدای بچه ها ما میشنوم. شما از خانه شما وقتی تلفن دان رخ شد هیچ کس در میان نیست، همراه ما مستقیما گپ میزنید. شما گپتان باید بزنید، گپتان شنیده شده بود پیشتر. و هر ترتیب ما همین روابط اجتماعی خود ما را وقتی شما در مسجد میرین، برادرها و خواهرایی را که شما در همو مسجد میبینین، ملاقات میکنین، ببینین بسیار کسا را شما نو با اون آشنا میشین. شاید همسایه هایتان یک دیشان شما نمیشناسین، ولی که مسجد وقتی آمدن شما در اینجا این فرصت ما داشته باشیم که روابط برقرار کنیم با اینا. از خاطر که اینا به مسجد آمدن، از خاطر که با شما یک جا با اون اللهی که باور دارین یک جا عبادت میکنن، اینا رو دوست داشته باشین. بهترین دوست های شما در مسجد پیدا میشه. صرف نظر از اینکه بعضی کسا تازه آمدن، بعضی شاید حرکت هایشان، بعضی گپ هایشان شما را خوشتان نمیاد، ولی از الله تشکری کنین که خدایا در صف ما مردم آمده رئیس می آین. شما از اون نقطه‌ای که شما خودتان رسیدین، دین درک کردین، اگر دیگران رو کوشش کنین که در همون نقطه باید باشن، اشتباه میشه. بعضی کم، بعضی زیاد، از شما پایان بالا، همین رقم مقام ما، مرتبه ما، علمیت ما، تقوای ما، نمیفهمه انسان که کی بهتر است پیش الله، ارزشش بهتر است. ولی وقتی دیدین که در مسجد آمده، کم و کاستی هایش، بعضی خلاها را ندیده بگیرین. طبعا کوشش کنین که همون چیزهایی که میتونین اصلاح شود. اگر شما به او حد هستین که حرف شما را طرف مقابلتان خدای ناخواسته جرح نمیشه، میفهمه که به خیرش میگیم، بگوین. ولی که از همین مساجد است که ما سرنوشت امت تعیین میکنیم. مسجد، تمام مساجد خانه های الله هست. من متاسفانه در حرم مبارک وقتی که رفتم، در اونجا بعضی چیزا رو انسان میبینه، کم و کاستی ها رو میبینیم. بسیاری از کسایی که به عمره آمدن از جاهای دور و نزدیک آمدن، ولی وقتی شما مقابل یک دیگر قرار میبینین از کنارتان میگذرن، حتی طرف شما سیر نمیکنه. چی جایی که سلام بده، ولی شما سلام بتین، شما سیر کنین، انتظار باشین چشم به چشم شما بخوره، وقتی که خود سلام بتین، تبسم کنین. ممکن است اون نفهمیده که تبسم به طرف برادر مؤمنش ای در حسنات صدقه است. و ای که شما سلام رواج میتین، سلام در بینتان رواج میتین تا محبت ایجاد شود. اینم که از گفتار گوهربار پیامبر رحمت است صلی الله علیه وسلم. شما انتظار نباشین یک کس دیگه به شما سلام بده، اگر طفل است، اگر بزرگ است، اگر کوچک است. وقتی به مسجد شما میبینین کسای آمدن، سلام بدین. یگانه جایی را که شما سلام بدین همون دروازه مسجد است، یا وقت از مسجد بیرون میشین در مسجد داخل میشین. سابق ها مردم همه تو بودن، برای ایجاد محبت تلاش میکردن. صحابه وقتی میرفتن با هم یک جا میرفتن، در بین اگر کدام حائل و مانعی پیدا میشد، درختی میبود یا یک کسی در بینشون میبود، اگر اینا از هم جدا میشدن، دوباره وقتی ملاقات میشدن باز السلام علیکم، یکیش میگفت دیگه‌ش و علیکم السلام میگفت. روابط و صمیمیت چنان فشرده و به هم پیوسته بود که کسی نمیتونست اونها رو به هم بیاندازه. حال امروز ما و شما به یک حرف بسیار کوچک از هم دور میشیم. اگر حرفم نزنه، یک حرکتی از او صورت بگیره، طرف مقابل فورا او را به سوء گمان، به گمان بد میبره و از او آزرده میشه. سبحان الله. پس ما قدر نماز ما را بفهمیم عزیزای من. این نماز است که ما و شما را به هم برادر میسازه، به هم خواهر میسازه. بعض وقتا در مسجد شما در همون روش طریقی که شما نماز میخوانید، در همون مذهبی که شما هستین، وقتی در پهلوتان یک کسی با یک حرکت دیگی نماز میخوانه، فوری شما قضاوت نکنین که شما بهترین بودین، اون نمازش درست نیست. بعض وقتا در همین حرم مبارک ما یه بار بسیار چیزها رو متوجه شدم که چون سر و کارم با همین نماز بود که در خدمت شما هستم، در اونجا وقتی که میدیدم کسی میگفت که
چرا دستت تو زیر نافت گرفتی؟ این مکروه هست. یک کسی در پهلوش بود گفت که اگر او دستش در سینهش میخواست، در سینهش میگرفت نماز میخواند، این برادر که دستش زیر نافش گرفته بود این را اعتراض کرد که این رقم نماز تو مکروه هست. او دستاش پایان کشال استاد کرد، بالکل آویزان کرد، گفت که اگر اینطور بخوانیم چی هستی؟ آدم با حکمتی بود، جنگ نکرد یا خدا نخواسته قهر نشد. گفت اگر دستم رها بکنم در دو طرف آویزان باشه چطور میشه؟ شانه‌هایش بلند کرد، گفت نمیفهمم. گفت که از این خاطر ایرم تو نگو که از تو مکروه میشه، یا خدا خیرت بده که ما تو در کنار هم نماز میخوانیم. بر ترتیب ما در اوجه کشمکش در داخل مسجد نبینیم. الحمدلله آل جهان اسلام ببینیم که در اروپا و امریکا هست. در یک کشور ما در یک مسجد میبینیم با چندین مذهب نماز میخوانند، اهل سنت و جماعت هستن همگیشان. به نام رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر، صدایتان هم میشنوم. جزاک الله خیر. از بزرگوار میخواستم از برنامه بسیار خوبتان بخیانم تشکر بیان کنم و به همه شما خدای بزرگوار الله متعال خودش خیر نصیب گرداند، سعادت دنیا و آخرت و نصیبتان گرداند. بخیانم خیلی آموزنده است برنامه خوبتان و ما را تربیت کردید و بخیانم بسیار چیزا را آموختیم از شما. بخیانم الله متعال جزای خیر دهد به همه شما خدای بزرگوار. بخش سوالی داشتم. بفرمایید خواهرم، بفرمایید. به فرزندان ما نماز با می‌آموزانیم و از آنها تصمیم بلوغ رسیدن به نو رسیدن، اکنون حالا هم عکس خلق اطواری کودکی دارند. بسیار سالهای کنجکاوانه می‌دهند و خشوع را نمی‌فهمند. آنها چه خیلی کردن خشوع را آموزانیم. استاد بزرگوار همین را فهمانید. بیشتر سوالاش جواب یافته نمی‌توانند چون که خشوع را نمی‌فهمد. میگم که با او به هر حال کودکی میکند. همین را استاد واضح روشن فهمانید چه خیلی آنها را تربیت کنیم. بسیار تشکر خواهر عزیز، خداوند شما را عمر بده. الله خیر. استاد بزرگوار سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند نسل شما مادرها را تعدادتان زیاد کنه که در غم اولادکایتان هستید. الحمدلله. ما افتخار میکنیم که در بین امت چنان محبت به اسلام پیدا شده که شماها اولادکای خردتان، حال شما از خشوع که او نازنین ها و طفلا نمیفهمن معنایش، درست است بعضی چیزا هست که با زبان طفلانه و کودکانه اگر گفته نشه و کودکان نمیفهمند. من انشاءالله ایره یادداشت کردم، امیدوار هستم که بله. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام خواهر مهربان، بفرمایید. استاد گرامی، شاعره هستم از تاجیکستان، بیننده و دوستدار برنامه رحمت و مخلص همیشگی شما. لطف کردید، بفرمایید. خداوند شما را حفظ کند. استاد عزیز، راستی طول 2 هفته بود که برنامه هایتان پخش نمیشد. ما خیلی نگرانتان شده بودیم. شکر خدا که برگشتید. خداوند به شما سعادت دنیا و آخرت را نصیب گرداند. بسیار تشکر خواهر عزیز، لطف کردید. خداوند بله. اگر اجازت باشد در آخر سخنهایم میخواستم چند مصرع شعر قرائت. بفرمایید خواهر عزیز، بفرمایید. می گفت نبی که اهل جنت 4 است، دیدار خوش و زبان خوش گفتار است. 3 دل نرم، 4 دست سخا، رحمت به کسی که هر چهارش یار است. می گفت نبی که اهل دوزخ 4 است، دیدار بد و زبان بد گفتار است. 3 دل سخت، 4 دستی بخیل، وای بر حال آن که هر چهارش یار است. با امید سربلندی شما عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار تشکر خواهر عزیز، چه شعر بزرگه. خدا و شاعرش مرحمت کنه، اگر زنده است عمرش دراز و خیرش به همه برسه. بسیار جالب بود واقعا. همی 4
چیزی را که شما گفتین یا به جنت میبره انسان یا به دوزخ. خیلی زیبا بود. من به مادر عزیزی که پیشتر زنگ زدن به خاطر خشوع، یعنی انسان در داخل نماز تمرکز داشته باشه، قلبش با حضور باشه، چیزهایی که در نماز، حرکتهایی که در نماز هست، گفتاری که در نماز هست، در همون داخل نماز باشه، از تواضع و از شکستگی دلش نرم باشه، به حضور الله استاده شده. همین خشوع میگن. و عزیزای ما، با نور چشمان ما، فرزندان نازنینتان میگین که بچه های گل من، شما وقتی الله اکبر گفتین احساس کنین با الله شما صحبت میکنین. شما با یک ترتیب استاده شوین به حضور الله که شما الله میبینین. اگر الله شما را نمیبینه، شما اگر الله شما را میبینه و همو فکر آرام و فکر جمعتان نمازتان بخوانید. در فکرتان باشه که شما سوره حمد میخوانین و ضم سوره میکنین، رکوع میکنین، سجده میکنین، فکر کنین که شما را الله میبینه و شما با الله صحبت میکنین. تمنا میکنم اولادکای عزیز ما از این نعمت ها بهره مند باشند. آخرین تلفنم میگیرم و انشاءالله که برنامه ما. بله، السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. استاد محترم بفرمایید. شما از کجا زنگ زدین؟ از آلمان به تماس شدیم. استاد محترم خالد است. خالد جان بفرمایید. زنده باشید. تشکر بسیار خاص و صمیمانه میکنم از برنامه بسیار زیبایی مردم از راست شما باید مهربانی میکنید. خدا هدایت کنه. دوم استاد محترم، از شما فقط یک کمک میخوایم که ما که در آلمان زندگی میکنیم استاد محترم، اینجا اولادا و خانواده همراه ما هست، سال هاست که اینجا زندگی میکنیم، با وجودی که زیاد تلاش میکنیم بچه ها و خانواده ما از فتنه و فساد دور باشه و به قرآن و به حدیث پیامبر داشته باشه و قرآن از سعی میکنم که حفظ بخوانند، اما باز هم من خلا و همین و فساد باز هم میبینم. چه کار باید بکنم، چه رفتاری را انجام بدم که اولادای ما به قرآن و به خدا و به الله نزدیک شوند تا از فتنه و فساد و از این دور باشه و فرهنگ و عنعنات افغانی و اول اسلامی و بعد افغانیشان حفظ بکنن. یک راهنمایی بسیار از شما میخوایم استاد محترم و در آخر تشکر میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. اگر امری نباشه. بسیار تشکر برادر عزیز من. سوال بسیار مهم کردین. واقعیتش که ما و شما در این کشورها و همین مشکلات روبرو هستیم و تا جایی که فکر میکنم بودن ما و شما، پدرها و مادرها، اولادهای ما در جمع از مسلمان ها، کمی مراکز اسلامی هستن، مساجد هستن، اینا یک نعمت های بزرگ الهی است که در اینجا خدا کسایی که این کارا رو میکنن و اونا خداوند این توفیق بده که همیشه این جاهای که ما در روز جمع میشیم ایرا همیشه داشته باشیم. کسای دلسوز بیاید در روز ما را ارشاد کنن، ما را راهنمایی کنن. بسیار بجا هست که اگر ما توجه نکنیم، کوچکترین غفلت ما سبب میشه که اولادکای ما از دامن اسلام خارج شوند. ولیکن شما یکی از چیزهای مهم و مؤثره که خود ما را و اولادهای ما را از این فساد و از این بدبختی ها دور میکنه، بودن ما منظم در همین مساجد و مراکز اسلامی هست. طبعا شکر که امروز وسایل هست که گرچه شاید کسایی که اینا را اختراع میکنن به منافع اقتصادی و تجارتی و منافع خاص خودشان باشه، که گمراه کردن باشه یا پول پیدا کردن باشه که در اختیار ما هم هست این وسایل که ما از این میتونیم استفاده مفید کنیم. بچگکای ما در جیبکایشان اگر همین وسایل ارتباط جمعی هست، موبایل دارن، در همینا چیزایی رو برشان ثبت کنین، خواندن قرآن ثبت کنین. الحمدلله که حال چقدر وسیله و وسایل در اختیار ما هست. بنابراین توجه خاص شما و مادرشان، شما دو نفر اگر با هم فکرتان مشترک باشه، خدای نخواسته اگر شما بگین بچه من روان میکنم مسجد، مادرش بگه که وقتش نیست یا ما وقت نداریم خودت ببر، و یا اینکه مادرش توجه داشته باشه که اولادکایش برن به مسجد، شما بگین من نمیبرم، من وقت ندارم، اگر میری خودت ببر و اون نتونه بردن. اینجا اختلاف نظر شما، عدم همکاری شما دو نفر مسئول اولادها سبب میشه که اولاد بی سرنوشت شود.
خداوند عزیز تمنا میکنم که این فرصت از ما نگیره. این مراکز در خدمت اجتماعاتی که در اینجا هستن، از این مراکز ببینید چقدر مردم ها مسلمان میشن و مسلمان ها اگر از این مراکز دور باشن گمراه میشن. خداوند این جمع مسلمان ها را جمع با محبت و متحد بسازه که ما آینه های یکی دیگه ما باشیم، دست های یکی دیگه ما را بگیریم و به طرف خدا بکشانیم یکی دیگه ما را. ما لحظات آخر برنامه هست، از همه شما عزیزا خداحافظی میکنم. تمنا میکنم هم تو که خواهر عزیز گفتن در 2 هفته که قطع بود ما را میپالیدن، خداوند عزیز برای همه شما اجر بده. منتظر این برنامه ها ما باشیم، شما هم باشین. دعا کنید که خداوند برای ما این فرصت بده که چیزهایی را به شما تقدیم کنیم که هم سبب خیر ما و خیر شما شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا برنامه آینده، روز و روزگار شما بخیر. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.